امروز میخوایم به یکی از قدیمی ترین شهرهای بزرگ جهان سفر کنیم. مطمئناً بارها نام شهر لندن رو شنیدید. این شهر مثل نیویورک شهرت جهانی داره. لندن یکی از شهرهای مهم انگلستانه که به عنوان پایتخت انگلیس و پادشاهی متحد بریتانیا وظیفه سنگینی رو به دوش میکشه. جاهای دیدنی لندن که تمومی هم ندارن، این شهر رو به یکی از دیدنی ترین مقصدهای گردشگری اروپا تبدیل کردن. لندن پایتخت ارزشمند انگلیس و بریتانیا در تاریخ 2000 ساله خودش همیشه شهر پادشاهان و امپراتوری ها بوده. به طوری که شخصیت‌ها، پادشاهان و ملکه‌های مشهور و ریشه‌دار انگلیس همچون هنری هفتم، الیزابت اول و ویکتوریا در این شهر زندگی کردند و هرچند به شکل سمبولیک ساختار سلطنت همچنان در انگلیس پابرجاست. بدون شک حضور چنین شخصیت‌هایی در لندن باعث شده تا لندن از صنعت تا امور مالی، از موسیقی تا فوتبال در هر زمینه‌ای از جایگاه مناسبی برخوردار باشه. شهر لندن از نظر مساحت نسبت به سایر شهرهای انگلستان بزرگتر و پرجمعیت تره. جمعیت لندن هر روز در حال افزایشه. علاوه بر این افراد زیادی هم به شهر لندن مهاجرت میکنن که خودش دلیلیه برای افزایش جمعیت این شهر. البته این مهاجرت ها یه منظره زیبا رو در لندن به وجود آوردن. این که بشه مردمی از فرهنگ، مذهب و تمدن‌های متفاوت رو در صلح و آرامش در کنار یکدیگر دید واقعاً دلنشینه. به لطف مهاجران امروزه بیشتر از 300 زبان مختلف در شهر لندن به گوش شما میرسه. تقریباً میتونیم بگیم که از هر کشوری به لندن سفر کنین یه همشهری و همزبون اونجا پیدا میکنین. به عنوان مثال شما چینی هستید میتونید در محله چینی ها زندگی کنید. فرانسوی هستید، پیدا کردن یه رستوران فرانسوی در لندن برای شما کار سختی نخواهد بود. شهر لندن مساحت کوچیکی معادل 1572 کیلومتر مربع داره، اما علیرغم این 9 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنن. پس از لندن شهرهای بیرمنگام با 3 میلیون نفر و منچستر با 2.5 میلیون نفر جای گرفتن. اگه به نقشه انگلیس نگاه کنیم میبینیم که لندن در بخش جنوبی کشور قرار داره و به همین دلیل نسبت به شهرهای شمالی همچون منچستر و لیورپول از آب و هوای گرمتری برخورداره. در ماه‌های آگوست و جولای آب و هوای این شهر در بهترین حالت خودش قرار داره. در این ماه‌ها دمای هوا بین 9 تا 23 درجه سانتیگراد متغیره. اگرچه در تمام فصول سال ممکنه آب و هوای لندن خنک و بارونی باشه، اما این 2 ماه بهترین زمان برای سفر به لندنه. همانند بسیاری از شهرهای اروپایی، از بین لندن هم رودخونه‌ای به نام تمز میگذره. از اونجایی که این رود لندن رو به 2 قسمت تقسیم کرده، برای ارتباط 2 بخش شهر پل‌های بسیاری ساخته شدن که معروف‌ترین اونها این پله که لندن بریج نام داره. در کنار پول ارزشمندشون مالک یکی از بهترین گذرنامه‌های جهان هستن. امروزه گذرنامه این کشور در کنار کشورهای دانمارک و هلند در جایگاه 4مین گذرنامه ارزشمند جهان جای گرفته. انگلستان یک کشور جزیره‌ایه و تنها با کشورهای ولز و اسکاتلند همسایه است. مردمی که از یه ریشه هستند و در طول سالیان با هم ادغام شدند. بین شهر لندن و کشورهای مانند فرانسه، بلژیک و هلند تنها کانال انگلیس قرار داره. یعنی کسانی که قصد سفر به این شهر رو دارن، اگه مسیر دریایی رو نادیده بگیریم، با هواپیما و قطار میتونن وارد انگلستان بشن. درسته که انگلستان یه جزیره هست، اما توسط تونل هایی که در زیر کانال انگلیس احداث شده، لندن رو به سایر کشورهای اروپایی متصل کرده. مردم از کشورهای مانند بلژیک و فرانسه با قطارهای پرسرعت در زمان کمی میتونن به لندن دسترسی داشته باشن. از طرف دیگه از اونجایی که کشور در چنین جغرافیای امنی قرار گرفته، معماری‌های قدیمی این شهر تونستن در طول این سالها از آسیب‌ها در امان بمونن و شکوهشون رو حفظ کنن. بدون شک شناخته ترین اونها کلیسای وستمینستره.
کلیسای وستمینستر که 954 سال قدمت داره یکی از پربازدیدترین مکانهای مذهبی دنیا به شمار میاد. یکی دیگه از جاذبه‌های دیدنی شهر لندن ساعت بیگ بنه که به عنوان بزرگترین برج ساعت دنیا معروفه. ساعتی که برای این برج ساخته شده یه ثانیه هم با گرینویچ اختلاف نداره و با وجود ابعاد بزرگش دقتی باور نکردنی داره. اگه سفر شما به لندن بسیار کوتاهه و فرصتی برای آشنایی با مردم این شهر و فرهنگش ندارین، میتونین از بزرگترین چرخ و فلک اروپا به نام لندن آی یا چشم لندن دیدن کنید و در صورتی که جرأتش رو داشته باشید سوارش بشید. اگه بخواید نمایی از شهر لندن رو در ارتفاع 135 متری ببینید، کافیه یکی از بلیط‌های این چرخ و فلک لندن رو بخرید. چشم لندن اولین بار در سال 2000 به مناسبت جشن 1000 ساله لندن ساخته و افتتاح شد. زمانی که در خیابون‌های لندن قدم میزنید، ماشین‌های زیبای زیادی توجه شما رو به خودشون جلب می‌کنن. اما زمانی که به داخل ماشین ها توجه کنین متوجه میشین که برخلاف کشور ما فرمون ماشین در سمت راست قرار داره و در خیابون ها هم مسیر رفت آمد ماشین ها کاملا برعکسه. در لندن پس از پایان ساعت کاری تازه فضای زندگی شهری رونق میگیره. در کوچه بارهای لندن جمعیتی بین 18 تا 50 سال رو میبینید که با لباسهای شیک و جذاب برای ورود به بارها در صفهای طولانی ایستادن. با نگاهی به ظاهر مردم متوجه میشیم که مردم در اینجا خیلی لاغر و نحیف نیستن. اکثر مردها و زنها اندام درشت و توپری دارن که احتمالاً این مسئله با تغذیه پرکالری این مردم میتونه در ارتباط باشه. به هنگام گشت و گذار در جاده های لندن افراد میان سال و مسن بسیاری رو میبینیم. اما مردم برخلاف سنشون ظاهری بسیار پر انرژی و شاداب دارن. در اینجا کمترین درآمد ماهانه در حدود 1700 پونده. اگه تخصص خوبی داشته باشین به راحتی میتونید درآمدی بیش از 3000 پوند کسب کنید. اما باید توجه داشته باشین که اجاره یه خونه خوب در اینجا بیش از 2000 پوند در ماهه که نشون میده برای زندگی خوب باید یه خانواده درآمدی در حدود 4 تا 5000 پوند داشته باشن. چای و قهوه در لندن به شدت پرطرفداره. بسیاری از مردم صبح قبل از کار و ظهر بعد از نهار قهوه میخورن. برای حمایت از ما فقط کافیه این ویدیو رو لایک کنید. و برای مطلع شدن از جدیدترین ویدیوهای ما هم میتونید کانال سفر تیوی رو سابسکرایب کنید. ممنون که تا اینجا همراه بودین. بدرود، خدا نگهدار.